قصه های 1001 شب. من که دورا دور اما لحظه به لحظه مراقب حرکات و احوال زن بودم، وقتی فهمیدم که همسر خیانتکار و دختر عموی ناسپاس و جفاکار من دست از اعمال وقیحانه خود بر نداشته است، در هنگامی که زن برای پرستاری غلام در کلبه بود، خشمگین و عصبانی تیغ بر دست به قصد کشتن هر دو آن نابکاران وارد کلبه شدم. وقتی وارد کلبه شدم، همسر نابکارم تا مرا دید فریاد کشید: پس این تو بودی که آن بار ضربه بر گردن ولی نعمت من زدی؟ و ناگهان وردی خواند و بر من فوت کرد که شمشیر از دستم بر زمین افتاد و چون کودکی بی اراده در مقابلش ایستادم. آنگاه دست مرا گرفت و مرا داخل همان تالار آورد و ورد دیگری خواند و کاسه آب بر سر من ریخت که به این شکل که می‌بینی در آمدم. آنگاه در حالی که از خشم فریاد میزد گفت: من با این که دختر عموی تو هستم، اما بدان که از طایفه دیوان و افریتانم و پدر من هم که عموی تو بود قبل از تولدم از طایفه دیوان شده بود. پدر تو وقتی فهمید که برادرش به سلک افریتان پیوسته و آیین دیوان را پیشه کرده، او را کشت و من به قصد گرفتن انتقام خون پدر است که با تو این گونه رفتار کردم. حال تو را زنده ولی سنگ شده روی تخت معلق سالها نگه می‌دارم و هر روز عصر چندین تازیانه بر تو می‌زنم تا هم انتقام خون پدرم رو که توسط پدر تو کشته شد گرفته باشم و هم ضربه‌ای که بر گردن ولی نعمت من فرود آوردی تلافی کرده باشم. چون سخن به اینجا رسید، مرد جوان خوب رو گفت: این است داستان من که توسط دختر عموی خود جادو شدم. ای وای بر من. مرد جوان در ادامه حرفای خود گفت: از آنجا که دختر عموی من در کار جادوگری بسیار تردست بود، برای فرو نشاندن آتش خشمش شهر بزرگ و آباد تحت حکومت مرا تبدیل به برکه آبی کرد و مردمان آن را که از 4 قوم هندو، بودایی، زرتشتی و یهودی بودند به شکل ماهی‌هایی با 4 رنگ متفاوت درآورد. و از آن زمان تا کنون هر روز عصر به اینجا می آید. اول مرا با تازیانه تا سر حد مرگ می زند و سپس برای مرهم گذاشتن بر زخم گردن آن غلام سیاه می رود. چون حرف آن جوان خوب روی تمام شد، سلطان گفت: آسوده خاطر باش برادر، آسوده خاطر باش که من جادوی تو و مردمان شهر تو را خواهم شکست. سپس به جایگاه غلام سیاه زخمی و رنجور رفت. در یک چشم بر هم زدن با ضربه شمشیر بدن او را از میان 2 نیم کرد و هر نیمه را در چاهی انداخت و سپس برگشت و لباس غلام سیاه را بر تن خود کرد و در جای او در حالی که پشتش به در ورودی بود
دراز کشید. زن نابکار بعد از اینکه شوهرش را تازیانه بسیار زد، با ظرفی پر از غذا و وسایل زخم بندی وارد کلبه شد و پرسید: چرا امروز ولی نعمت من پشت خود را به کنیزکش نموده؟ پادشاه که زبان لهجه مخصوص غلام را می‌دانست، با همان زبان و لحن گفت: دیگر از دست تو خسته شده ام. من اگر بهبود نمی‌یابم برای این است که تو هر روز وقتی شوهرت را با تازیانه میزنی، ناله ها و نفرین های او مرا بیشتر آزار می‌دهد. اگر ناله های او نباشد من زودتر بهبودی پیدا می‌کنم. زن پرسید: می‌فرمایید چه کنم؟ سلطان با همون لهجه و زبان خاص بسان غلام سیاه کشته شده گفت: بیدرنگ برو و سحر و جادوی او را باطل کن و از او بخواه که او از این مکان برود و این قصر را ترک کند. از آنجا که جادوگران و شیادان که مردم را همواره فریب می‌دهند، گاه خود هم زود گول می‌خورند. زن خیانتکار رفت و جادوی شوهرش را باطل کرد و دوباره به کلبه برگشت. سلطان باز با زبان غلام سیاه گفت: مردمان این شهر که تو ایشان را به صورت ماهی در آورده ای، هر شب سر از آب بیرون کرده و مرا نفرین می کنند. از تو می خواهم برای رهایی از این رنج برکه آب را بخشکانی و ماهیان را به صورت آدمیان اولیه برگردانی. باز هم زن نابکار رفت و بعد از چندی برگشت و گفت: ای خواجه، آنچه فرمودی انجام دادم. شهر به صورت اولش آمد و ماهیان همه تبدیل به مردمان شدند. حال میگویی چه کنم؟ سلطان چرخی زد و با شمشیر چنان با سرعت بر فرق زن کوبید که فرق او از هم شکافته شد و پیکر او را 4 نیمه کرد. هر تکه را در گوشه ای از باغ قصر چال کرد و به سرعت خود را به سوی امیر که دیگر از جادو رها شده بود رسانید. آنها دست بر گردن یکدیگر بردند و از شادمانی یکدیگر را غرق بوسه ساختند. و چون امیر خواست خداحافظی کند و به مملکت خود برگردد، آن جوان خوبرو گفت: من هم با تو می آیم و این کشور و حکومتش را به پاس این خدمت به من و مردمم کردی به تو می بخشم و تو از امروز سلطان هر 2 مملکت خواهی بود. امیر پذیرفت و به مملکت خود بازگشت و مرزهای میان 2 کشور را برداشت و مردمانش با هم پیمان برادری بستند. چون چندی گذشت به دنبال مرد ماهیگیر فرستاد و به او گفت: هرچه پیش آمد به خاطر صفا و صداقت توی ماهیگیر با خدا بوده، لذا امروز خود و خانوادت باید به قصر من بیایید. مرد ماهیگیر به اتفاق همسر، پسر و 2 دخترش به قصر پادشاه آمدند و امیر و آن جوان خوبرو که حکومت و فرمانروایی مملکتش را به سلطان نجات دهندش بخشیده بود، هر کدام یکی از دختران مرد ماهیگیر را به عقد خود درآوردند و 7 شبانه روز مجالس شادی برپا داشتند و امیر پسر مرد ماهیگیر را هم به امیرالامرایی لشکر خود منصوب کرد و 2 امیر یا 2 پادشاه در نهایت سعادت و کامرانی در کنار همسران جوانشان سالها به شادی زندگی کردند. مرد ماهیگیر هرگاه به یاد آن عفریت می افتاد زیر لب می گفت:
فقط یک عفریت را در عالم دیدم که به عهد خود وفا کرد. شاید من هم تنها کسی باشم که 2 پادشاه را شادمان کنار هم در یک اقلیم می‌بینم و فقط در این مورد است که این ضرب المثل معروفه: 2 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند مصداق پیدا نمی کند. و به این ترتیب هم قصه ماهیگیر و عفریت به پایان رسید و هم شهرباز آن سلطان انتقامجوی جزایر هندوچین در پایان 8مین شب قصه به خواب رفت و شهرزاد هم در فکر و اندیشه آن که برای فردا شب سلطان چه قصه آغاز کند که ناگهان به یاد قصه شیرین ماجرای 3 خاتون بغدادی افتاد.